سلام، خیلی خوش اومدید به این ماناهاوا. در شروع داستان ما فانک رو میبینیم که در حالت شیطان کش میگفت من سخت تلاش کردم توانایی هام رو بیدار کنم ولی هیچی مؤثر به نظر نمیرسید. وقتی با شیطان کش ادغام شدم اولین تواناییم رو با کشتن دشمنم بیدار کردم و سیستم میگه نیت کشتن ناپدید شد، بازگشت به حالت انسانی و فانک دوباره به حالت انسانیش برمیگرده و فانک به دستاش نگاه میکنه و میگه به نظر میاد وقتی در مورد مبارزه فکر نمی کنم به حالت انسانی برمیگردم و میگه این مبارزه خیلی سر و صدا داشت. مطمئنا یه سری از شکارچی‌ها توجهشون به اینجا جلب شده. اگه در مورد راز شیطان کش بفهمن منو برای تحقیق دستگیر میکنن. باید از اینجا برم. نباید هویتم برآورده بشه. و حالا در محله‌ای فقیرنشین حومه شهر دونگژو فانک رو میبینیم که در حال راه رفتن بود و بالاخره به یه خونه میرسه و داد میزنه آبجی من برگشتم. و خواهر فانک میگه فانک چنگ چرا انقدر دیر کردی؟ و یهو داد میزنه وایسا ببینم صدمه دیدی؟ و فانک با خنده جواب میده نگران نباش من خوبم. توی مسیر یه شیطان بهم حمله کرد. خوشبختانه تونستم فرار کنم ولی لباسام پاره شدن. و داخل فکرش میگه خوشبختانه جراحاتم بعد از اینکه با شیطان کش ادغام شدم به صورت خودکار درمان شدن. و خواهرش با ترسی که روی چهرش معلوم بود میگه واقعا باید بیشتر مراقب باشی. فراموش نکن بابا و مامان هم توسط یه شیطان توی راه خونه کشته شدن. میدونی که؟ و فانک جواب میده میدونم نگران نباش آبجی. و خواهرش میگه بیا در مورد این چیزای ناراحت کننده حرف نزنیم. برات شام آماده میکنم. و فانک جواب میده ممنون آبجی جون. و میره دوش میگیره و بعد از دوش میاد و میبینه که بازو میگه رامین گوشت. و خواهرش میگه زود باش تا سرد نشده بخور. و فانک در حال خوردن میگه آبجی تو شام چی میخوری؟ آبجیشم با نگرانی میگه من توی فروشگاه یه چیزی خوردم. و فانک عصبانی میشه و میگه همیشه اینطوری میگی. یه غذای گرون برای من میذاری و به فکر خودت اصلا نیستی. چرا یه خورده هم مراقب خودت نیستی؟ من اینو نمیخوام. و خواهرش سکوتی میکنه و جواب میده من با خوشحالی انجامش میدم. تو برادرمی و تنها کسی که برام مونده. تو تنها کسی هستی که تو این دنیا بهش اهمیت میدم. و فانک چوب غذاخوریشو میذاره زمین و میگه آبجی نگران نباش منم از این به بعد پول در میارم. این خونه رو عوض میکنم. یه زندگی خوب برات میسازم. و با چشم قرگی به خارش نگاه میکنه. و خواهرش میگه میدونم که از پسش برمیای فانک. بهت باور دارم. و فانک میگه حتما باور داشته باش. و خواهرش میگه بقیه غذاتو بخور من میرم کارای خونه رو انجام بدم. و میدوه سمت آشپزخونه و میگه فانکچین نسبت به قبل خیلی بالغتر شده. انگار واقعا بزرگ شده. امیدوارم بتونه فارغ التحصیل بشه و تبدیل به یه شکارچی شایسته بشه. و چند لحظه بعد ما فانک رو میبینیم که داخل اتاقش نشسته بود و میگفت فردا آخر هفته است. از این زمان استفاده میکنم و میرم شیاطین رو شکار کنم و پول به دست بیارم. و با خودش میگه وارد نرم افزار رسمی اتحادیه شکارچیان میشم. از اینجا میشه اطلاعات شیاطین تحت تعقیب رو پیدا کرد. و روی گزینه پارک اداری متروک اختاپوس پیرانا رده A جایزه برای هر شیطان 3000 یوان کلیک میکنه. و با خودش میگه پارک اداری 10 کیلومتر از خونه دوره. همشونم شیاطین رده ای هستن پس به ازای هر کدوم میشه 3000 یوان گرفت. به کمک شیطان کش خیلی راحت میشه انجامش داد.
ولی کشتن شیاطین توی حالت شیطان کش مثل یه بمب ساعتی میمونه. اون همیشه مثل یه انگل سعی میکنه ذهنم رو کنترل بکنه. اگه درست و حسابی مراقبش نباشم ممکنه بدنم رو تسخیر کنه. و یهو حواسش جمع میشه و میگه توی این دنیا هیچی آسون نیست. حتی بهش اهمیت هم نمیدم. باید برای حمایت از خانواده‌ام پول به دست بیارم. و حالا در هوای بارونی سربازها رو میبینیم که یه نفر وارد میشه و میگه دوربین های اطراف رو بررسی کردی؟ و مرد کنارش جواب میده وقتی شیطان تیغ ظاهر میشه دوربین ها هم آسیب میبینن، پس هیچ سر نخی باقی نمونده. و اون مرد تک چشم جواب میده برو شاهدین رو جمع کن و دنبال سر نخ بگرد. باید بفهمیم کی شیطان تیغ رو کشته. و مرد عینکی میگه بله و میره. و مرد تک چشم میگه یه شکارچی عادی نمیتونه اینطوری از پس یه شیطان رده دی بر بیاد. و با خودش میگه طبق آثاری که توی صحنه مبارزه مونده مثل اینکه طرف مقابل هم یه شیطان بوده. و حالا در پارک متروکه ما فانک رو میبینیم که در حال راه رفتن بود و میگفت برخلاف انتظارم جایی که کارمندهای دولتی کار میکردن الان اینطوری شده. و یهو با تعجب به کنارش نگاه میکنه و میگه این بدنه یه شکارچیه، به نظر نمیاد زمان زیادی از مرگش گذشته باشه. و با خودش میگه توی حفره قفسه سینه‌شون زخمای تو خالی وجود داره. اندامهای داخلیشون باید توسط شیاطین خورده شده باشن. و یهو حواسش جمع میشه و به پشتش نگاه میکنه و میگه این حاله. بالاخره پیداشون شد. شیاطین رده ای، اختاپوس پیرانا. این نوع شیاطین انگلی وقتی اجساد انسانها رو کنترل میکنن سر کله زدن باشون خیلی سخته. و شیاطین انگلی به سرعت به سمت فانک حمله ور میشن و با تمام قدرت به سمت زمین ضربه میزنن. ولی فانک فرار میکنه عقب و میگه بعد از ادغام با شیطان کش حتی توی حالت انسانی هم میتونم بدنم رو به راحتی تکون بدم. حتی میتونم حاله شیطانی رو کنترل بکنم. و اختاپوس‌ها به سمت فانک حمله میکنن و سیستم میگه حمله دشمن شناسایی شد. فعالسازی خودکار توانایی شمشیر دست. فعالسازی خودکار مثل یه جور برنامه هوش مصنوعی. و به سرعت به سمت اون هشت‌پاها حمله ور میشد. دونه دونشون رو سلاخی میکنه و میگه بذار ببینم این شمشیر دستی چقدر قدرتمنده. و رفت و با یه حرکت زد دو تای دیگرم شقه کرد. و بعد از نابود کردن اختاپوس ها میگه هیچ توانایی به دست نیومد. به نظر میاد کشتن شیاطین رده ای هیچ منفعتی نداره. و یهو حواسش جمع میشه و میگه اون چیه؟ یه گروه کامل از اختاپوس های جهش یافته؟ پس این یک کمین بود. و به نظر میاد اون 3 تا اختاپوس فقط تومه بودن. و اون همه اختاپوس به سمت فانک حمله میکنن و فانک میگه این لعنتی‌ها تمومی ندارن و داشت دونه دونشون سلاخی میکرد. هنوز کلی ازشون هست. میترسم به لونه اختاپوس ها حمله کرده باشم. لعنتی 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 داشت و همشون رو سلاخی میکرد و میگفت نمیتونم ادامه بدم. من فقط یه رده ای هستم. اگه به شکل شیطان کش تغییر شکل ندم محاصره میشم و در نهایت میمیرم. پس تنها گزینم فراره که یه دست اختاپوس میاد و فانک رو نگه میداره و فانک میگه لعنتی. و حالا ما اختاپوس هوشمند شیطان رده دی رو میبینیم که با خنده میگه بذار ببینم این بار چی توی طلا انداختیم. خب ممنون بابت تماشای این ویدیوی جذاب.